دادگاه نویه فردوسی شهر دوشنبه هفته گذشته عبدالمنان بولتاєв ساکن دوشنبه را که قبلا 2 مرتبه برای دزدی و روزنی زندانی شده بود با جرم گروگانگیری، طمع‌جویی و روزنی به 16 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. جالب آن بود که امروز با او در این پرونده گروگانگیری 2 جوان زن نیز همچون عیبدار کننده میگذشتند و دادگاه با جرم دست داشتن در عین جنایت‌های مخصوصا وزنین شهنازه تاشپولات را به 13 سال زندان و منیژه بابازاده را به 11 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 28 سپتامبر سال 2022 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که عبدالمنان بولتاєв سال تولدش 1991 امروز با این 2 زن سبکپای سالهای تولدشان 1992 و 1996 که به دمفروشی مشغول بودند منزل را در کوچه نعمت خرابایف پایتخت به اجاره گرفته توسط اینترنت به شهروندان خدمت‌های شبانی از جمله علاقه جنسی را در عوض پول پیشنهاد می‌کردند. وقتی که یگان مشتری به دام آنها می‌افتاد شهنازه و منیژه این مردان گمراه و فریب خورده را به خانه اجاره گرفته‌شان دعوت کردند و هنگام عیش و عشرت آنها ناگهان سرکرده این دسته راهزنان عبدالمنان بولتاєv در دستش زولانه و الکتروشوکر حاضر می‌شد و خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی کرده گویا زنهای تنفروش را از دست آن مردان خلاص میکرد. بولتاєv آن مردای فریب خورده را لطوکوب کرده دستانشان را با زولانه میبست و در همین حال آنها را به نوار گرفته برای ترساندن در عوض پرونده نکشودن به کسی افشا نکردن این حالت از هر کدام آنها مبلغ کلان طلب میکرد. این مبلغ را بولتاєv بعدا با شریکانش شهنازه و منیژه تقسیم میکرده است. این جنایت وقتی آشکار شد که روز 9 ایون سال 2022 شهنازه و منیژه طریق اینترنت 4 جوان را به دام افشاندند و به منزل اجارهشان دعوت کردند. بولتاєv که از پیش در درون آن خانه پنهان شده بود هر کدام این جوانان را به حجره دیگر دعوت کرده دست و پایهایشان را بسته و در پی لطوکوب و شکنجه طلب کرده است که هر کدامش باید برای خلاصی مبلغ کلان بیارند. نظر خود محکوم شده ها دسترس نیست، ولی سراج‌الدین شکوری مؤلف گزارش گفت دست داشتن آنها در این جنایت‌های وزنین در جریان تفتیش و مرافعه دادگاهی اثبات شد. در مرافعه دادگاهی طوری از نوار وزارت کارهای داخلی دیده می شود شهنازه و منیژه آن لباس و مکیاژ پردبدبه دوره تنفروشی را کنار گذاشته به تن لباس خاکسارانه پوشیده و به سرشون رویمال هم انداخته هر لحظه آب چشم می کردند. ولی این سبک دختران به معنی دل دادرس را آب نکرد و دادگاه شهنازه را به 13 سال و منیژه را به 11 سال زندان و سرکردهشان بولتاєv را به 16 سال محبس نظامش سنگین محکوم کرد.